بچه‌ها سر کلاس حرف نزن. امتحاناتتون رو تصحیح کردم. من چرا هنوز دارم صداتون رو میشنوم؟ چون گوش دارین آقا. یه بار دیگه حرف بزنی گم شید رفتارم. باشه آقا ببخشید دیگه حرف نمیزنیم. امتحاناتتون رو تصحیح کردم مثل همیشه شاهکاری. امیر خان برگه که هیچی ننوشتی سفید و من پایین نوشتم موفق باشین. اومد نوشتی شما اگر میخواستید موفق شوین این همه سوالات سخت نمی آوردید. دو تا آدمک هم گذاشتی که خجالت نمیکشی؟ ببخشید آقا. نکبت تو اگه بخوای موفق باشی باید درس بخونی. سعید تو کادر نمره گفتم چیزی ننویسید. نوشتی باشه؟ نوشتی باشه؟ نوشتی تو کاد باشه؟ مجتبی گفتم 2 دلیل از بین رفتن شیر ایرانی را بنویسید. نوشتی تاریخ مصرف بگذرد بیرون یخچال بگذارید. آقا اجازه شیر همینجوری فاسد میشه آقا. دلیل انقراض شیر حیوان رو باید مینوشتی نه شیر خوراکی. ها اینو نگاه. پرها گفتم تنگه چیست؟ نوشتی یه روز تنگ گروه با آسمون میزنیم با تنکبون او او او. تو هم مثل همیشه که از امتحانات شرکت نمی‌کنی. ما هر موقع میگیم امتحان داریم شما غیبت می‌کنی. ولی برات امروز یه سورپرایز دارم. سوال نوشتم با تخته امتحان جناب عالی امروزه. بفرمایید. سوالات ستون سمت چپ رو به جواب‌های درست ستون سمت راست وصل کن. باشه چشم. خوبه. برگه‌های امتحانی که بهتون امروز میدم رو حتما میدید اولیا امضا کنن. آقا تموم شد. باشه نگاه می‌کنید.